اینی که دارم وبسایت طراحی میکنم، خب توی تب برگه هام یه عالمه برگه دارم دیگه. نگاه کنید بچا، اینجا من کلی اینجا برگه طراحی کردم. یکی از این برگه ها قراره به کاربر به عنوان صفحه اصلی نمایش داده بشه. ببینین این همه من برگه طراحی کردم، اسمای مختلفم براشون طراحی کردم، گذاشتم. حالا من میام توی تب خواندن، بخش تنظیمات، از این قسمت شما به صورت پیش‌فرض یک همچین در واقع شکل و شمایلی داره نوشته آخرین نوشته‌های شما رو به عنوان صفحه اصلی نمایش میده. یعنی تو وبسایت خودتون هم وقتی که ما سرچ می‌کردیم می‌زدیم TradeNova.ir، آخرین مقاله هایی که شما منتشر کرده بودید به عنوان صفحه اصلی نشون میداد. اما یک همچین چیزی رایج نیست، کامل نیست. برای همین برای همین ما میایم چیکار میکنیم؟ توی تب تنظیمات، بخش خواندن، میایم میگیم که ما یک برگه یکتا، یک برگه ایستا یا استاتیک انتخاب میکنیم که بتونیم خودمون دستی تعداد برگه هایی که طراحی کردیم رو ببینیم و بگیم کدوم صفحه اصلی باشه. من یه دونه صفحه ساختم، اسمش گذاشتم صفحه اصلی. میگم آقا صفحه نخست به کاربر این صفحه رو نمایش بده. پس من میام تیکه یک برگه یکتا رو میزنم، از قسمت صفحه نخست هوم پیج، لندینگ پیج رو انتخاب میکنم. سوال: اگر آن سایت من سایت فروشگاهی بود، اینجا صفحه نخست من چه صفحه رو انتخاب میکردم؟ صفحه فروشگاهمون. دقیقاً مثل دیجیکالا، ما وقتی که سرچ میکنیم دیجیکالا، به اولین صفحه‌ای که از دیجیکالا باش مواجه میشیم یه صفحه‌ای است که پر از محصولاته، داره محصول معرفی میکنه. چرا؟ چون در واقع هدف این وبسایت فروشگاه بودن و فروش در واقع حالا اقلامه. وقتی که من دارم یه سایت شرکتی طراحی میکنم، صفحه نخست معمولا همون صفحه‌ای که در رابطه با شرکت یه توضیح میده، خدمات و مشتری‌ها رو، همه اینا رو نشون میده توی یک صفحه. تب بعدی تب برگ نوشته هاست. برگ نوشته ها یعنی چی؟ میگه آقا تویی که داری مقاله منتشر میکنی باید یه صفحه ایجاد کرده باشی برای خودت که این مقاله ها به صورت پیش‌فرض توش منتشر بشن. اگه نگاه کنی شما اینجا، من توی صفحاتی که ایجاد کردم، ببین یه دونه صفحه دارم به اسم وبلاگ. خب تو این صفحه هدر و فوتر که یکیه، اومدم یکم مینش رو تغییر دادم، یکم شکل و شمایلش متفاوته. گفتم از این به بعد مقاله خاص منتشر بشه تو این صفحه منتشر بشه. اوکی؟ بله، تو صفحه وبلاگ. از کجا انتخابش کردم؟ از تب برگ نوشته ها. اومدم گفتم آقا من یه دونه صفحه ساختم، اسمش رو گذاشتم وبلاگ، حالا میخوام این مقاله های من تو این صفحه منتشر بشه. داره میگه بیشترین تعداد نوشته در هر برگه وبلاگ. آقا این برگه وبلاگیه که من درستش کردم. میگه بیشترین تعداد مقاله‌ای که تو داری توی این منتشر میکنی چند تاست. من میتونم براش عدد تعریف کنم دیگه، بگم 8 تا 9 تا 10 تا. اینجا میتونم تنظیماتشو در واقع انتخاب کنم. نوشته بیشترین تعداد نوشته تو هر خوراک منظورش همون مقاله هایی که من می‌نویسم. میگه آقا تو چند تا مقاله میتونی بنویسی؟ یه دونه، دو تا، سه تا تو هر صفحه. میگم آقا یه دونه، دو تا، 10 تا، هر چند تایی که تو هر صفحه میخوام کاربر ببینه. اینجا هم که نوشته برای هر نوشته خوراک شامل همه نوشته بشه یه چکیده. من فکر می‌کنم اینجا رو توضیح دادم. گفتم ما یه سری در واقع ربات ها داریم که میان چیکار میکنن؟ مقاله های منو کپی پیست میکنن. اینا چشم ندارن، نمیتونن سلکت آل کنن این مقاله‌ای که من نوشتم و این شکلی نمیتونن بیان انتخاب کنن، اینجوری بگیرن و کپی کنن. از طریق سورس کد ها میان این کدا رو از در واقع وبسایت من دریافت میکنن که من میتونم با روشن کردن این تیک چکیده بگم از این به بعد یک چکیده ای از مقاله من داخل سورس کد نمایش داده بشه که اگر این رباتایی که کپی میان میکنن محتویات وبسایت رو خواستن کپی کنن، یک متن خلاصه شده، یه متن نامفهومی رو کپی کنه اگه قرار کاری انجام بده. آخرین تبش هم که نمایش به موتورهای جستجوی من تا زمانی که وبسایتم تکمیل نشده، زمانی که طراحی و من صرف تا سرش انجام ندادم، تیکه اینو میزنم، میگم آقا فعلا محتویات وبسایت منو این ربات‌ها، این ترافلرها نیان ایندکس کنن. البته که تا شما یه سری از کارها را انجام ندی، این نمیاد محتوای وبسایت رو در واقع ایندکس کنه. ولی گاهی اوقات اتفاق افتاده که یک همچین در واقع روندی رو طی کرده موتور جستجوگر، اومده وبسایتی که هنوز طراحیش کامل نشده رو ایندکس کرده.
تب بعدی که میخوام شما در واقع باش آشنا باشید تب پیوندهای یکتا. پیوندهای یکتا همون ساختارهای URL شما هن. همون لینک های وبسایت شما هن. میگه این پیوندهای یکتا قراره یک شکل و شمایل درستی داشته باشه. یادتونه داشتم در رابطه با نوشتن مقاله صحبت میکردم، میگفتم ساختار پیوند یکتاتون بهتره که معادل انگلیسی عنوان فارسیتون باشه زمانی که داریم مقاله منتشر میکنیم. خب گفتم میام بعدن اینجا توضیح میدم که شما از چه طریق باید به ساختار پیوند یکتا درست کنی. ما معمولا رایجه که بیایم ساختار پیوند یکتا رو از رو حالت ساده بذاریم روی نام نوشته. ببین الان من زمانی که روی یکی از این مقاله ها کلیک میکنم اینجا داره ساختار URL به من نشون میده. میبینین اینجا بچه ها ساختار URL رو داره نشون میده. خب من میتونم از اینجا از قسمت تنظیمات بگم آقا این ساختارش یه شکل دیگه باشه، مثلا روز و نام نوشته باشه. روز و نام نوشته یعنی چی؟ یعنی تاریخ منتشر شدن این مقاله با اسم و نامه. میتونه ساده باشه که چی؟ سادهش اصلا شما تو خیلی وبسایت ها کم دیدی، یا حالت علامت سوال و این شکلی داره، IP و عدد داره میگیره، عددی داره تعریف میکنه که ما معمولا میذاریمش روی نام نوشته. این هم از تنظیمات در واقع عمومی. بقیه بخشش مربوط میشه به زبانی که شما افزونه‌های مختلف نصب می‌کنید. الان من چون روی این وبسایت مثلا اومدم نام نوشته گذاشته برای سئو کردنش، یعنی بله برای سئو کردن بهتر شدن از همون ساختار دلخواه بخوایم استفاده کنیم. ساختار دلخواه همون نام نوشته باید باشه دیگه. این ساختار دلخواهه میاد میگه که تو بر اساس این چیزی که اینجا مینویسی ادامهش نوشته بشه، ولی خب همه مقاله های من که مربوط به یک چیز نمیشن، برای همین من همیشه اینو میذارم روی نام نوشته که آقا بر اساس اون نام عنوان مقاله‌ای که دارم می‌نویسم، عنوان محصولی که می‌نویسم، برای من یه دونه در واقع لینک بسازه. بعد تازه من خودم باید لینک رو تغییرش بدم، چون فارسی من دارم می‌نویسم، مقالم عنوانش فارسیه. ولی گفتم این موتورهای جستجوگر گوگل کاراکترهای فارسی رو نمیفهمن، درک نمی‌کنن. برای همین من میام چیکار می‌کنم؟ میام عنوانی که فارسی نوشتم و اونجا خودم باز تغییرش میدم. اوکی، الان اینجا که نوشتن یه لحظه برو بالا. الان اینجا که نوشته مثلا مقاله‌مون نوشته نمونه، اونجا با دوباره بریم عوضش کنیم. آره دیگه یادت نیست با هم عوضش می‌کردیم. بذار من اینو ذخیره کنم یه جا نشونت بدم. یادم دیگه، من دارم همین میگم یه بار اونجا بود عوض کنیم، یه بار بیایم اینجا عوض کنیم. چجوریه؟ یه بار عوضش، تنظیماتش یه باره دیگه. تنظیماتش توی بخش ساختار پیوند یکتا تو یه بار میای این تیکر رو میزنی وقتی وبسایت طراحی داره میشه. اینو تمام دیگه، دست به این نمیزنه دیگه تمام شد. بعد اونجا تو هر دفعه خاصی رسیدی اونو که بعد همیشه عوض کنی. آره دیگه اونو بعد همیشه عوض کنی دیگه. یعنی این داره بر اساس، چون میگم کاراکتر فارسی پشتیبانی نمیکنه. من یه مقاله مینویسم، عنوانش رو میذارم پیاز. لینکی که بر من ساخته میشه لینک، نگاه الان من الان میام الان دیسپلات با پیاز میزنی ها. آخه سر کلاس شما نمیتونم مثلا خب مثلا من اینجا می‌نویسم پیاز، خب منتشرش میکنم، انتشار رو میزنم. خب حالا شما با این الان نگاه، این ساختاری که اینجا برای من ساخته رو نگاه کن. زده https://kochimi.com/piyaz. خب این /پیاز رو کجا آورده؟ از همون تنظیماتی که ما تو ساختار پیوند یکتا تعریف کردیم. گفتیم آقا تویی که داری ساختار پیوند یکتا میسازی بر اساس نام نوشته من بساز. حالا این نام نوشته من اینجا پیازه، آنین میشه چی؟ معادل انگلیسیه در واقع اون عنوان نوشته من. برای همینه که ما فقط میریم یه بار توی ساختار پیوند یکتا، ساختار پیوند یکتا رو میذاریم روی حالت نام نوشته. خب ما در واقع امروز وردپرس مقدماتی رو جمع کردیم، بستیم، گذاشتیم کنار. قراره با هم دیگه شروع کنیم صفحه اصلی اسنپ رو با هم طراحی کردن. یه چند تا نکته هست در رابطه با طراحی این صفحه قراره بهتون بگم. قبل از اینکه من شروع کنم یک UI رو طراحی کردن،
باید بررسی کنم که هر کدوم از قسمت‌های مختلف این صفحه مربوط به چیه، کدوم قسمتشه. یعنی من تو یک نگاه وقتی که دارم اینو نگاه میکنم، اولا هدر فوترشو باید دستم بیاد چیه، یواش یواش باید المان هایی که باید استفاده کنم برای اینکه یک همچین صفحه‌ای رو طراحی کنم دستم میاد. مثلا به شما یه برگه میدم، فیگما یه وبسایت رو بهت میده، میگه آقا اینو شروع کن طراحی کردن. تو زمانی طراح خوبی هستی که با نگاه کردن به اون فیگما، به اون طرح اولیه، بتونی تشخیص بدی که این چه المانیه، چه کامپوننتیه. به اجزای سازنده داخل وبسایت ما میگیم کامپوننت. خب تو این دوره ما قراره با هم دیگه با المنتور شروع کنیم یک سری صفحه رو طراحی کردم. پس اولین گام من برای اینکه بخوام یک سایت رو طراحی کنم نصب کردن یک افزونه است. الان میدونم دیگه افزونه چه کاربردی داره. افزونه قراره یک سری قابلیت‌های جدید به وبسایت اضافه کنه. پس من میرم توی تب افزونه ها، از قسمت افزونه ها افزونه جدید رو میزنم. بعد اون افزونه‌ای که قراره باهاش صفحات مختلف رو طراحی کنم و سرچ میکنم. من اینجا سرچ میکنم المنتور رو برای من میاره، من نصبش میکنم. اما نکته‌ای که وجود داره، المنتوری که الان اینجا داره در اختیار من میذاره، من قبلا هم نصبش کردم روی این وبسایت، المنتوریه که یک سری دسترسی ها به بخش های دیگرش محدوده. باید چی کارش کنم؟ باید نسخه پروش هم داشته باشم. نسخه پروش بچه پولیه، من برای بچه ها گفتم براتون فرستادن. خب نسخه پروش هم بعد از اینکه اینو نصب کردم نصبش میکنم و حالا من میتونم دسترسی کامل به تمام بخشای این ابزار داشته باشم. بعد از اینکه نسخه پروش هم نصب کردم، یعنی اول میام نسخه رایگان و مجانیش دانلود میکنم که نسخه مینشه، بعد به من یه سری در واقع دسترسی ها میده، اما دسترسی کامل نمیده. میگه که تو میخوای یه سایت کامل طراحی کنی باید به نسخه پروش از من بخری. حالا بعد از اینکه نسخه پروشو جان پروش چیزی رو بخری؟ نسخه پروشو تو سایت‌های مختلفی وجود داره، سایت‌های هم ایرانی هم خارجی، ولی دیگه شما لازم نیست بخری دیگه، من برات فرستادم. ولی اگه خواستی بخری به درد بخوره جان المنتور خیلی به درد. بله المنتور در واقع روند کار ما از این جلسه تا جلسه انتهایی با همین المنتوره. حالا نکته‌ای که وجود داره، من میخوام برای خودم یک صفحه طراحی کنم. گفتم میام کجا؟ میام توی تب برگه ها. خب بذار من این ساختار این چیزا رو هم درستش کنم که شما یه دفعه اشتباه نکنید با ساختار چیزی. من ویرایشگر کلاسیک رو نصب کنم. این ضبط داره میشه دیگه؟ بله. خب این ضبط رو شما نفرستادن تو کانال منم آپلودش نکردم هنوز جلسه قبلمونو، ولی جلسات قبلی رو دارم. همه رو که ضبط کردی دیگه، این زمان آپلود کنی که اگه مشکل از همون دیگه مشکل اون رفت داشته. حتما مخلص. بعد زدی جلسات چند و چند یا نه؟ توضیحات هر چیزو زدم دیگه. یعنی مثلا اومدم گفتم آقا الان این جلسه در رابطه با هاست و دامن صحبت میکنم، این سی پنل، این دایرکت ادمینه، اولش توضیح کامل داره دیگه، یعنی شما میدونی که مربوط به کدوم بخشه. خب میخوام یه برگه طراحی کنم، میزنم افزودن برگه تازه. وقتی که میزنم روی افزودن برگه تازه، اینجا از من یه دونه نام میخواد. من میزنم من میخوام الان صفحه اصلی الان بود افزودن برگه. آره دیگه اسنپ عین نوشتن یه دونه مقاله بود دیگه. ولی ما گفتیم که این ویرایشگر کلاسیک اون امکاناتی که برای ساختن یک صفحه من میخوام و به من نمیده. برای همین المنتور رو من نصب کردم. نگاه، الان وقتی که شما المنتور رو نصب میکنی روی سیستمت، کافیه بیای توی افزودن برگه تازه مقالت و عنوانت رو بنویسی، بعد روی این ویرایش با المنتور بزنی. شما رو هدایت میکنه به صفحه‌ای که قراره خودت طراحی رو 0 تا 100 انجام بدی. قبل از اینکه من ورود بزنم به طراحی، میخوام در رابطه با المنتور باهاتون صحبت کنم. اصلا المنتور چیه؟ چند تا بخش داره و چطوری من میتونم باهاش صفحات مختلف رو طراحی کنم؟ اولا که بیش از 5 میلیون در واقع نصب فعال المنتور داره. روزانه 300
1000 تا وبسایت داره در واقع راه اندازی میشه که 50% اینا داره با المنتور بالا میاد. نکته بعدی، المنتور اسمش اصلا از کجا اومد؟ توی وبسایت به المان‌های مختلفی که توی در واقع صفحات من وجود داره ما میگیم المنت. المنت یعنی چی؟ یعنی عنصر. حالا المنتور اومده این عنصرا رو خوردشون کرده، صفحات مختلف رو خورد کرده، کامپوننت به کامپوننت برای من تعریف کرده. ممکنه من یه سری کلمات بگم که شما الان باهاش آشنایی نداشته باشین، اگر نمیدونید چیه بپرسین از من. نکته بعدی، المنتور 3 تا تب جان یه لحظه قطع شد. آره، المنتور 3 تب بسیار مهم داره. اگه میخوایم بنویسین الان میتونین اینو بنویسین، من میخوام الان اینجا بنویسم. 3 تب بسیار مهم در المنتور: محتوا، استایل و پیشرفته. الان منم اینجا براتون مینویسم محتوا، استایل و پیشرفته. صدام هست دیگه؟ خب تب محتوا توی المنتور محتوا و کانتنت اون المانی که من دارم استفاده میکنم و چیکار میکنه؟ برای من امکان ویرایش اون محتوا رو میده. حالا محتوا من میتونه از نوع تصویر باشه، خب که میتونم تصویر رو عوض کنم، میتونه از نوع نوشته باشه، میتونم نوشته رو عوض کنم. پس میشه محتوا کانتنت اون المانی که دارم درگ اند دراپ میکنم. بچه‌ها نگاه کنین، ما توی طراحی هر کاری که انجام میدیم با درگ اند دراپه. برای اینکه یک صفحه خالی داشته باشم، الان این صفحه پره دیگه، من میخوام یه طراحی انجام بدم که 0 تا 100 خودم انجام بدم. میام توی تب تنظیمات از این بغل. یعنی وارد یه سایت دیگه شدیم ما؟ نه، ما زدیم المنتور، ما زدیم در واقع برگه ها، افزودن برگه تازه، من عنوان براش تعریف کردم. حالا میخوام طراحی ما انجام بدم دیگه. برای طراحی انجام دادن من باید یک صفحه سفید داشته باشم. الان این صفحه هم هدر داره هم فوتر، به درد من نمیخوره. اگه نگاه کنی این المنتور اینجا به صورت پیش‌فرض یک همچین حالتی برات باز میکنه اگه دقت کرده بودین. خب این پایین اینجایی که دارم میام اینجا یه بخشی وجود داره به اسم تنظیمات. من روی تنظیمات میزنم، میخوام صفحه‌ام سفید باشه، خودم میخوام طراحی ما انجام بدم، نمیخوام الان هدر فوتر اینجا باشه، میخوام 0 تا 100 خودم انجام بدم. میام توی قسمت طرحبندی صفحه ما میذارم روی المنتور کنواس یا المنتور بوم. بچه‌ها کنواس یعنی بوم نقاشی، یه بوم سفید دیگه. پس منم میخوام یه صفحه سفید داشته باشم، پس اینو میذارم روی المنتور کنواس. الان صفحه‌ای که شما میبینید سفید میشه، آماده میشه برای طراحی 0 تا 100 من گفتم المنتور 3 تب بسیار مهم داره: محتوا، استایل و پیشرفته. حالا یکم به این زمانیم، الان به این صفحه سفیده دیگه، نه هدری بالاش میبینی نه فوتری. آماده است برای اینکه تو بخوای این صفحه رو باهاش طراحی کنی. اوکی آندرستند؟ با قالبا و خب قالبا رو میشه وقت تو این نصب کرد که مثلا بیافتیم جلو. آره دیگه میشه این کارو کرد، ولی ما قراره قالبا رو که با هم نصب کردیم. هر صفحه از قالبی هم که داری طراحی می‌کنی چند تا صفحه مختلف به تو میده که تو میتونی ویرایش با المنتور بزنی، اونا رو در واقع ویرایش کنی. اما نه قالبای رایگان عموما این در واقع امکانو به تو نمیدن. اما ما قراره با هم یاد بگیریم خودمون 0 تا 100 طراحی رو انجام بدیم دیگه. ویرایشش که وقتی که 0 تا 100 بعد باشیم ویرایشش که دیگه کاری نداره. اکثر قالبایی هم که با قالب به اون یاد نمیدی، یعنی اصلا با قالب یاد میگیری دیگه وقتی آقا، چون که 100 آیت 90 هم پیش ماست. اکثر قالبای پولی که خریداری میکنی المنتوری ان. تو صفحه بزنی ویرایش، یه صفحه برات باز میشه با یک همچین شکل و شمایلی. هر جاشو که دلت بخواد میتونی با این المنتور تغییر بدی. حله؟ پس این افزون المنتور رو هم خیلی مهمه. بله. خب من گفتم که هر المانی رو من درگ اند دراپ کنم 3 تا تب بسیار مهم المنتور داره. الان نگاه کنیم بچه‌ها، المنتور یعنی عنصرهای سازنده وبسایت اومده خورد کرده. اول من یه سوال ازتون بپرسم، وبسایت از چیا تشکیل شدن؟ این وبسایت چه چیزایی داره؟ هدر فوتر مین نمیخوام بهم بگینا. کامپوننت میخوام بگین که چه چیزایی تو این وبسایت میبینی؟ تصویر میبینی، متن میبینی، چه چیزایی داره این وبسایت؟ تصویر میبینی، متن میبینی، المانا رو میبینی، دکمه و بیش از چیز دیگریه وبسایت به غیر از عکس و متن و تصویر و دکمه است.
المنتور اومده وبسایت رو خورد کرده، تبدیلش کرده به عکس و متن و تصویر و کامپوننت های تشکیل دهنده در واقع وبسایت های مختلف. خب این چیزی که شما داری اینجا میبینی، حالا میگم چون این وبسایت ها رو ما طراحی کردیم یکم عناصر سازندش بیشتر از اون چیزیه که وجود داره داخل المنتور. از بالا یکم بیام، این علاقه‌مندیاشه. یه سری عنصرهای دیگه ای هم مثل خود ووکامرس هم بهش اضافه کرده. خب من یکم اسکرول کنم بیام پایین. اینا رو شما نداری تو اون المنتور پرویی که داری نصب میکنی، به خاطر قالبی هم که من نصب کردم هست. خب موسم هم دیگه کار نمیکنه. موس دیگه تعطیله. خب بذارین من تایم دوم این باتری موسم رو عوض میکنم، توضیح بدم بهتون. نگاه کنین، گفتیم وبسایت ها از عکس و متن و تصویر به وجود اومدن. المنتور هم 3 تا تب بسیار مهم داره که نگاه کنین الان من هر المانی که اینجا میبینید رو درگ اند دراپ کنم. خب هر المانی، ببین الان مثلا من المان تصویر رو درگ اند دراپ میکنم. درگ اند دراپ هم موسم خب الان بچه ببینید من یک المانی درگ اند دراپ کردم به اسم المان تصویر. خب اینجا رو نگاه کنین، یه تبی باز شده بر من به اسم محتوا، یه تبی باز شده به اسم استایل، یه تبی باز شده به اسم پیشرفته. حالا اگر من دوباره یه تب دیگری اینجا باز کنم، نگاه کنین، یه المان دیگری بندازم، اینا رو باید انقدر کار کنین تا بدونید چیه، کجا میخواد بشینه اینا. درست؟ آره دیگه. الان ببین مثلا من یه تب سربرگ اینجا انداختم. خب این تب سربری که انداختم دوباره 3 تا تب برای من باز کرد، محتوا، استایل و پیشرفته. درسته؟ هر المانی که درگ اند دراپ کنید این 3 تا تب رو به شما میده. پس شما این 3 تا تب رو باید بدونید چیه. اولین تبی که باهاش مواجه میشی تب محتواست. محتوا یعنی کانتنت. بر اساس اون المانی که درگ اند دراپ میکنی کانتنت اون المان رو میتونی تغییر بدی. الان من چه المانی درگ اند دراپ کردم؟ المان سربرگ، یک نوشته است. میتونم توی تب محتوا اینو تغییرش بدم، بنویسم مثلا صفحه اصلی اسنپ مثلا. الان من اینو تغییرش دادم. یه تبی وجود داره به اسم تب استایل. من با استایل میتونم این چیزی که اینجا نوشتم رو استایل دهی کنم، میتونم رنگش رو عوض کنم، متنش رو عوض کنم، فونتش رو تغییر بدم، هر آنچه که مربوط به اون محتوای میشه. حالا اگر از نوع تصویر باشه من میتونم مثلا گوشه هاشو گرد کنم، یه افکتی بهش بدم توی استایل. تب پیشرفته هم 2 تا قسمت بسیار مهم داره، مارجین و پدینگ. مارجین یعنی حاشیه خارجی، یعنی فاصله‌ای که اون المان با المان خارج از خودش داره میگیره. فاصله داخلی یا پدینگ یعنی فاصله که المانی داخل یک کانتینری که نزدیک به همه با هم دیگه داره. من اینا رو اینجا می نویسم برای اینکه داشته باشیدشون و بعدش میریم شروع میکنیم به طراحی کردن. خب من اینجا 3 تب مهم تو المنتور رو گفتم المنتور اومده چیکار کرده میلاد؟ تو چیکار کرده؟ آره اومده چیکار کرده برای من؟ چه چیزی رو فراهم کرده؟ 3 تب رو داری میگی؟ آره دیگه. کلا میخوام المنتور یه بار برای معرفی کنی. المنتور چی بود؟ المنتور به ما این قابلیت رو میده که سایت ما صفحاتش رو طراحی کنیم. خب آره گفتم اسم المنتور از چی اومده؟ از عنصر. المنت یعنی عنصر، درسته؟ خب حالا عناصر تشکیل دهنده وبسایت من چه چیزایین؟ عکس و متن و تصویر و دکمن دیگه. خیلی بخوایم شلوغش نکنیم همینا. درسته؟ این اومده این عناصر یا کامپوننت ها رو
توی یه تبی برای من قرار داده، خورد کرده اینا رو برای من که بتونم جز به جز وبسایتمو طراحی کنم. گفتم 3 تا تب مهم داره وقتی که هر المانو درگ اند دراپ میکنم. یعنی اگه المان متن میندازم 3 تا تب برام باز میشه، المان تصویر میندازم 3 تا تب، المان دکمه 3 تا تب، المان کوفت 3 تا تب. خب حالا اولین بخشی که باهاش مواجه میشم محتواست. این محتوا کانتنت اون چیزی که من دارم مینویسم رو میتونه تغییر بده. حالا کانتنت یا محتوای اون المانی که درگ اند دراپ کردم میتونه تصویر باشه. من میتونم وقتی که تصویر میندازم از المان محتوا تصویر رو عوض کنم. گل گذاشتم، عکس یه دونه کیف بذارم بجاش. اگه متن گذاشتم، متنم رو تغییر بدم. اگه دکمه گذاشتم، دکمه رو تغییر بدم. تب بعدی تب استایله. از اسمش مشخصه دیگه، من میتونم استایل دهی انجام بدم. آقا من میتونم رنگ عوض کنم، میتونم متنم و فونتش رو تغییر بدم، میتونم اندازه فونتم رو تغییر بدم، هر چیزی که مربوط میشه به استایل. تب بعدی تب پیشرفته بود. توی تب پیشرفته من گفتم توی کدنویسی 2 تا در واقع اصطلاح دارم به اسم مارجین و پدینگ. خب گفتیم مارجین یعنی چی؟ یعنی حاشیه خارجی. پدینگ یعنی چی؟ یعنی فاصله داخلی. حالا این دوتا رو من با یه دونه مثال براتون جا میندازم. فرض کنی که الان من یک کانتینری انداختم، مارجین و پدینگ. اینجا من یه المانی انداختم، المان تصویره. خب حالا مارجین پدینگش رو برای من مشخص کنین، کدوم مارجین کدوم پدینگه. اسویچیه میشه الان من با موس میرم، الان اینجا این داخل این چیه؟ این که اینجا الان حاشیه خارجیه. این تصویر میشه کجا؟ اون کدوم این میشه خارجی، این میشه داخلی. الان این میشه خارجی؟ آره دیگه دقیقاً. الان این قرمزه، این قرمزا، هرچی این قرمز من دارم میکشم میشه مارجین من. این سبزایی که اینجا دارم میکشم اینا میشه فاصله داخلی. این هم از این. اوکی. خب قبل از اینکه شروع کنیم به طراحی کردن من گفتم که خارجی ها داخلی چون یاد بگیریم، به خاطر اینکه بعضی قسمت ها قرار فاصله این دوتا رو از هم تغییر بدیم. مثلا اومدی 2 تا دکمه انداختی کنار هم دیگه، خب این 2 دکمه رو میخوای فاصله بدی به هم دیگه. با چی فاصله میدی؟ فاصله داخلی یا حاشیه خارجی. باید بری تو تب پیشرفته این دوتا رو از هم فاصله بدی. خب یکی دو بار میدیم میبینیم اشتباه دادیم اون یکی دو عوض. خب من اینجام که این کارو شما نکنی دیگه، من اومدم آموزش بدم. بالاخره شما میگی ما یادمون میره خودمون رو یه بار تجربه میکنیم. آره 100%. میگم خب بالاخره کلاس اومدی دیگه. جالب بود. آره خب الان دارم مقاله می‌نویسم در حاشیه خارجی و داخلی. نکته‌ای که وجود داره قبل از اینکه من طراحی کنم، قبل از اینکه هر المانی رو درگ اند دراپ کنم، من زمانی یک طراح خوبم که برای بخش‌های مختلف وبسایتم کانتینر تعریف کنم. اما اولی است الان تعریف جامع اولی محتوا. کانتینر یعنی چی؟ کانتینر یعنی ظرف، یعنی حد و حدود رعایت کنم برای طراحیم. آقا خیلی از طراح سایت ها هستن که وبسایت همین شکلی طراحی میکنن و میرن. خب من ولی اگر برای هر بخش وبسایتم، صدای منو دارین؟ بله. ولی اگر من برای هر بخش وبسایتم بیام کانتینر تعریف کنم، زمانی که میخوام وبسایت رو ریسپانسیو کنم خیلی راحتم. ریسپانسیو سازی یعنی چی؟ یعنی سایتی که دارم طراحی میکنم توی 3 تا دیوایس درست دیده بشه. قبلا تا قبل سال 2009 2006 2008 خب
مهم نبود وبسایتی که تو طراحی میکنی تو چه دیوایسی دیده بشه. چرا؟ چون موقع انقدر افراد مختلف با گوشیاشون اصلا امکان اینو نداشتن که سرفینگ انجام بدن یا وب گردی کنن. اما الان حتی خود منم خیلی وقتا اگه میخوام خریدی انجام بدم داخل یه وبسایتی با گوشیم خرید رو انجام میدم دیگه، سیستم روشن نمیکنم. حالا من اگر ظرف یا کانتینر بندی درستی انجام بدم، چون من میخوام یه وبسایتی طراحی کنم، این وبسایت هست، هم باید تو حالت دسکتاپ درست دیده بشه، هم تبلت، هم موبایل. خب زمانی که من کانتینر بندی میکنم وقتی که در حالت دسکتاپ دارم طراحی ما انجام میدم، زمانی که میخوام بیام برای تبلت برای موبایلم اینو ریسپانسیوش کنم دیگه کچل نمیشم، بیچاره نمیشم. ولی اگه کانتینر بندی نکنم، اینا رو توی ظرف و حد و حدود خودشون رعایت نکنم، موقعی که میخوام ریسپانسیوشون کنم به یه بلبشوی میرسم که بیا درستش کن. پس من یه لحظه متوجه نشدم، الان کانتینر بندی میخوام بکنی اولش باید بدی؟ آره دیگه، کانتینر بندی. حالا بریم با هم یعنی چی. الان نگاه کن، ما قراره شروع کنیم سایت اسپو طراحی کردن، درسته؟ اولین بخشی که قراره برای این طراحی کنیم قسمت هدرشه. خب این هدرشو من یواش یواش نگاه طراحانه پیدا میکنم، با تکرار و تمرین میتونم بفهمم که این از چند تا کانتینر تشکیل شده، چند تا بخش داخلی داره و چند تا المان توش به کار رفته. خب صفحه اصلی اسپو که دارین جفتتون میبینین، درسته؟ خب ما میخوایم اینم شروع کنیم طراحیشو انجام دادن، اما اسپانیایی گفت کانتینر بندی کن. کانتینر بندی یعنی چی؟ یعنی الان من این قسمتی که دارم با موسم نشون میدم و اینجا درسته؟ این قسمت و اینا رو این ببین، اینو که بهش میگن هدر رو میخوام شروع کنم طراحی کردن. اسپانیایی گفت آقا اینو کانتینر بندی کن، حد و حدود براش تعریف کن. المنتور هم یک در واقع عنصری داره برای قرار داده به اسم کانتینر که بتونی این در واقع اتفاق و رقم بزنی برای خودت. من دارم نگاه میکنم میبینم که یک بخش لوگو داره و یک بخش منو. یواش یواش میفهمم، کامپوننت ها رو درک میکنم. مثلا این المان سربرگ، این ویرایشگر متن، این فرم، این دکمه است. خب یواش یواش اینا رو میگیرمشون با تکرار و تمرین. اما من فعلا میخوام این قسمت بالایی رو طراحی کنم. برای طراحی قسمت بالایی من باید تو ذهن خودم یک در واقع کانتینری رو تعریف کنم. این کانتینر چه شکلی باید باشه؟ من یه دونه کانتینر برایش تعریف میکنم که از 2 تا بخش تشکیل شده باشه، یه دونه برای لوگوش، یه دونه برای اون منوه. این میشه کانتینر بندی که من باید انجامش بدم. وقتی که میام این کار رو انجام میدم، من اومدم تقسیم بندی کردم، المانهای مختلف رو از هم جدا کردم و یک ظرف براشون تعریف کردم. الان به این که دارم روش علامت میذارم میگیم کانتینر والد. اینا هر کدوم میشه چایلد یا بچه هاش. یه دونه اینه، یه دونه همینی که اینجا. خب شکل بندیش خیلی به درتون میخوره. چرا؟ نگاه کن، الان من میخوام شروع کنم طراحی ما انجام دادن. گفتم اولین کاری که میکنم چیه؟ شما بچه اینایی که من دارم اسکرول میکنم و نداری تو بخش خودتو، از این قسمت داری، از اینجا از این کانتینره داری. خب گفتم اولین گام یک طراح خوب اینه که بیاد کانتینر بندی انجام بده. من اولین کانتینرمو میندازم. کانتینر اولی که میندازم صورتی رنگه، این کانتینر والد منه. از این بعد هر جا کانتینرهای صورتی دیدم من متوجه میشم این کانتینر والده. خب حالا داخل این کانتینره جان، والد یعنی چی؟ والد یعنی والد دیگه، یعنی مادر، چیزی که همه اینا رو در بر میگیره. خب نکته، اسپانیایی گفت هر المانی رو درگ اند دراپ کنی 3 تا تب برات باز میشه، محتوا استایل پیشرفته. درسته یا نه؟ طرح بندی یه دونه المانی رو انداخت، به جای تب محتوا نوشته طرح بندی. چرا نوشته محتوا؟ چون کانتنت و محتوای المان کانتینر از نوع طرح بندی، چیدمان و لی اوته. فقط اسمش فرق داره. چرا؟ به خاطر الان این اسمش طرح بندیه. خب
چون محتوایی نیست که من بتونم مثلا چه کار میخوام بکنم یه والدو که فقط قرار ستونی یا ردیف بودن عناصر رو به من نشون بده. یه سوالم قبلش اینجا بپرسم ازتون، به من بگین که کدوم از اینا ردیفیه کدوم اینا ستونیه؟ سمت چپی ردیفیه، سمت راستی ستونیه. خب بذار یکیش یه دونه رنگ انتخاب کنم، این آبی این زرد. خب کدوم همین ستونیه کدوم ردیفی؟ آبیه ستونیه. آبیه ستونیه. شما چی میگی خانم؟ ردیفیه. خب شما چرا میگی ردیفیه؟ چون خوابیده، درسته؟ چون خوابیده میگی این ردیفیه. میلا تو چرا میگی این ستونیه؟ آها، توی وبسایت میلاد داره درست میگه. توی وبسایت من از قصد اینو خوابیده کشیدم برای اینکه شما به این اشتباه بیفتید. چی؟ میگم همیشه حق با من بوده، فقط نه اینجا. دیگه حالا به نظر من دیگه اینقدرم دیگه خبری نیست، یه ستونی رو درست کنی. خب حالا نکته که وجود داره الان من توی وبسایت زمانی که دارم طراحی انجام میدم به سطری که داره اینو تشکیل میده نگاه میکنم. آیا تو این سطر من بخش دیگری میبینم؟ خیر، کل سطر رو این در بر گرفته، رفته سطر بعد. پس این ستونه. چرا؟ چون تو یه دونه خط فرضی که من رسم میکنم یه دونه از اینا رو قطع میکنه، یه دونه رو قطع کرد. ولی الان اینو نگاه کنین، من یه دونه خط فرضی میکشم، چند تا اینو قطع کرد؟ 1 2 تا 3 تا. پس اینا به صورت ردیفی کنار هم چیده شدن. اصلا مهم نیست که چه شکلی من وایسوندمشون یا مثلا از قصد ایستاده کشیدمش یا خوابیده. پس الان این چیزی که اینجا وجود داره مرجان بگه ستونیه یا ردیفیه؟ من یه توضیح شدم. توضیح بده. اگه یه خط فرضی بکشی یه دونه رو رد کنه میشه ستونی. اگه واسه یه خط فرضی کشی 2 تا 3 تا رو اشرف میشه. خب پس الان این چیه؟ این المان کانتینر والده چجوری کنار هم چیده بچه هاشو؟ ردیفیه. چرا؟ چون خط فرضی رسم میکنم، 1 2 تا، این 2 تا رو قطع کرد، پس اینا ردیفی. ردیفی یا افقی جفتش یه معنی رو میده، ستونی و عمودی هم یه معنی رو میده. یعنی من میتونم برای این بنویسم الان این ستونیه، ستونی عمودی. اینم میتونم بنویسم ردیفی افقی. اوکی. خب پس من اولین کاری که انجام دادم چیکار کردم؟ اومدم ظرفشو تعریف کردم. ظرفشو چجوری تعریف کردم؟ اومدم المان کانتینر رو گرفتم، درگ اند دراپش کردم، اومدم والده رو براشون تعریف کردم. حالا برای اینکه شما والد رو بهتر ببینیم من میخوام رنگش رو عوض کنم. میام توی قسمت استایل، وقتی میخوام رنگ عوض کنم رنگش میشه استایل دی دیگه. من میام اینجا رنگش عوض میکنم. حالا اینکه دقیق چجوری این رنگ رو عوض میکنم دوباره با هم کار میکنیم. خب این میشه المان در واقع والد من، کانتینر والد من. من یه کانتینر دیگه هم باید بندازم برای اون لوگویی که داشتم، درسته یا نه؟ آره دیگه. پس میام یه دونه کانتینر دیگه هم میندازم. این کانتینر هم رنگش رو عوض میکنم که شما متوجه در واقع فرق کانتینر والد و بچه‌هاش بشین کامل ببینینش. چون توی وبسایت های مختلف اینو که با رنگ‌های مختلف نشون نده. الان نگاه کن، من اسنپو که زدم، اسنپ این کانتینراش که مشخص نیست، بی رنگ همش دیگه. نگاه کن، فقط یه لوگو میبینی، این کانتینرها رو اصلا نمیبینی. نگاه، هیچ کانتینر رو نمیبینی. تو والده رو فرق متوجه نمیشی،
کانتینرها اینا رو کانتینر بندی کردن رو متوجه نمیشی. توی کد نویسی هم ما همینو داریم، میایم تگ دیو براش تعریف میکنیم. حالا فعلا من الان یه کانتینر دیگه میخوام دیگه، روی این یه راست کلیک میکنم تکثیرش میکنم. الان این دوتا چجوری کنار هم دیگه قرار گرفتن مرجان؟ آره دیگه این دوتا چه؟ آها عمودیه یا ستونیه، درسته. برای اینکه من چیدمان این دوتا رو تغییر بدم، برای اینکه این دوتا رو چیدمانش رو تغییر بدم، باید برم سراغ باباشون، باید برم سراغ والدشون. والد این دوتا کیه؟ این صورتیه. روی این صورتیه یه دونه چپ کلیک میکنم. چپ کلیک که کردم برام 3 تا تب باز میشه. طرحبندی، استایل، پیشرفته. طرحبندی همون محتوای ماست. من قراره چیدمان اینو تغییر بدم. این دوتا قرار نیست این شکلی کنار هم دیگه قرار بگیرن. کافیه بیام توی تب طرحبندی از قسمت جهت ها اینو بذارم روی ردیفی. وقتی ردیفی میذارمش این دوتا کنار هم به صورت ردیفی قرار میگیرن. حالا کافیه من یکم روی این هاور کنم، برای من در واقع یه تولباری باز میشه که میتونم اندازه اینو تغییر بدم. الان من اومدم چیکار کردم؟ من اومدم ظرف هدر اسنپ رو برای خودم ایجاد کردم. پس اولین گام و مهمترین گام توی طراحی وبسایت اینه که من چیکار کنم؟ بیام ظرف‌های مخصوص به هر بخشو طراحی کنم. بچه‌ها انقدر المان و عناصر مختلف زیاده که با اضافه کردن یکی از افزونه‌های دیگه باعث میشه که شما یا تعداد زیادی از عناصر به وبسایتتون اضافه بشه. عناصرها مهم نیستا، مهمترین قسمتی که توی طراحی سایت من دارم آموزش میدم اینجاه، ظرف. بخاطر اینکه بعدشو به قول خود میلاد تو میتونی بری هی المان بندازی ببینی چی کار میکنین، المانه چیه، این چیه، اما کسی نیست اینا رو بهت بگه. مهمترین قسمت طراحی سایت زمانیه که من دارم کانتینر بندی میکنم. من باید نگاه طراحانه داشته باشم. من از این به بعد تو هر وبسایتی وارد میشم باید که همچین چیزی رو توی ذهن خودم ایجاد کنم. بگم خب الان این هدر اسنپه، این هدر اسنپ یه دونه والد داره، یه دونه برای بخش لوگوش داره، یه دونه برای منوها داره. باید یک همچین چیزی تو ذهنم تشکیل بشه. حالا ما زمانی که داریم طراحیمون انجام میدیم دیگه رنگ که به اینا نمیدیم، چون قراره اونو طراحی کنیم دیگه. رنگا رو ازشون من میگیرم. اوکی. حالا من میخوام اینو برای خودم پیاده سازی کنم. اولین کاری که میکنم چیه؟ من میخوام این لوگو رو بگیرم. شماهایی که دارین از سیستم عامل ویندوز استفاده میکنین یه راست کلیک انجام بدید، اینسپکت بگیری، دسترسی پیدا میکنی به سورس کد های این صفحه. یعنی هر چی سورس کد وجود داره، هر چی کد نویسی شده رو تو اینجا میتونی ببینی. اینم کداییه که اینجا زده، میبینی از HTML هم شروع شده. چرا؟ چون ساختمونه در واقع کدهای یک وبسایته. حالا من میخوام این المان این اسنپ رو برای خودم بگیرم، لوگو اسنپ رو بگیرم. روی این علامته یه دونه چپ کلیک میکنم، رو این آبی میشه برای من، دیدین؟ میام اون قسمتی که میخوامش هاور میکنم. من هنوز هیچ دکمه‌ای رو نزدم، فقط هاور کردم. داره به من میگه این چه المانیه. خودش داره راهنمایی میکنه، میگه این المانی از نوع تصویره. یه چپ کلیک میکنم، سورس کداشو به من میده. نگاه، من سورس کدا رو دارم. حالا کافیه از اینجا این المان اسنپ رو برای خودم سیوش کنم. الان من اینو سیوش کردم. حالا کافیه چیکار کنم؟ کافیه بیام تو همین صفحه‌ای که داشتم طراحی انجام میدادم. بچه‌ها روی این مربع 6 گوشیه که بزنید 6 تا وجه داره. خب برمیگردید به عناصر سازنده المنتور. یعنی وقتی که داری طراحی انجام میدی، میخوای یه تصویر انتخاب کنی، المانا و کامپوننت‌های مختلف رو ببینی، برمیگرده به اینجا. شماهایی هم که الان دارین المنتور و المنتور پرو رو استفاده میکنید، فقط از این طرحبندی و این المان‌های پایه شروع میشه. در واقع بخشایی که مختلف دارین. این پرو هم که نگاه میکنی، زمانی که نسخه پروشو فعال میکنی، نصب میکنی برای خودت، قفل اینا برداشته میشه. خب الان اینا قفل نداره دیگه. چون من پروش هم دارم. حالا من المان تصویر میخوام. المان تصویرم رو میگیرم، درگ اند دراپش میکنم، میندازمش اینجا. 3 تا تب برام باز شد یا نه؟ محتوا، استایل، پیشرفته. از تب محتوا تصویر مد نظر خودم رو انتخاب میکنم. حالا یا این تصویر رو من توی کتابخانه پرونده چند رسانه‌ای دارم، یا مجبورم که بارگذاریش رو انجام بدم. میام توی قسمت بارگذاری پرونده، گزینش پرونده ها، اسنپ لوگو رو انتخاب میکنم. بچه این احتمال داره الان اینجا به من
در واقع حالا ارور نداد. چرا؟ چون من از قبل سیف اسویجی رو روش ریخته بودم. یادتونه جلسه قبل با هم کار کردیم، یه دونه پلاگین نصب کردیم که باعث میشد که فرمت های تصاویری با SVG رو ما بتونیم در واقع تو وبسایتمون آپلود کنیم. با اون پلاگین سیف SVG میتونستیم کار کنیم. خب من المان الان اسنپ رو اینجا دارم میبینم، درسته یا نه؟ حالا یه قسمتایی داره توی تب محتوا، گفته اگه تو بخوای رو این لینک بدی هم میتونی انجام بدی. یه بخشی وجود داره به اسم پیوند، میتونی اگه کاربر خواست رو این کلیک کنه مثلا منتقل بشه به صفحه‌ای، میتونی اینجا بهش یه دونه آدرس سفارشی بدی. من برای اینکه روش هاور میکنم، بچه‌ها ببینید الان من روش هاور میکنم هیچ اتفاقی میفته؟ نشانگر موسم رو نگاه کنین، این لینک نداره. داره؟ نداره. حالا من وقتی که به این یه دونه لینک بدم، وقتی که روش هاور میکنم نگاه چه اتفاقی میفته؟ نشانگر موسم تبدیل میشه به پوینتر. پس یه چیزی فهمیدم، از این به بعد تو هر قسمتی از هر وبسایتی من هاور کردم نشانگر موس تبدیل شد به پوینتر، یعنی اون المان، یعنی اون در واقع بخش داره یک لینکیه. حالا من فعلا نمیخوام به لینک بدم. زیرنویس میتونم براش تعریف کنم. آقا اگه دارم یه تصویری میذارم مثلا بنویسم این تصویر چیه، ما اینجا کاری باهاش نداریم. اندازه تصویرم میتونم اینجا تغییر بدم. توی تب استایل هم بچه‌ها شما میتونید عرض و ارتفاع و شفافیت و هر آن چیزی که مربوط میشه به استایل این تصویر تغییر بدید. الان نگاه کن، من این رو شفافیت رو اگه کم کنم، نگاه داره کم رنگ میشه، کم رنگ و پر رنگ میشه. مثلا صفرش 0.1 چقدر کم رنگه، وقتی میذارمش رو نیم یکم پر رنگ میشه، وقتی میذارمش رو 1 دیگه خودشه. پس من یه چیزی فهمیدم، اوپاسیتی یا شفافیت یک بازه‌ای داره از 0 تا 1. 1 یعنی شفافیت کامل، 0 یعنی محو کامل. understand؟ به این میگیم اوپاسیتی. توی کدنویسی و CSS به کارتون میاد، اینجا هم باید بلدش باشین. من میتونم توی تب استایل برای این یه کادری تعریف کنم، بگم آقا من میخوام دور تو یه کادر یک پارچه‌ای وجود داشته باشه. الان دورش یه کادری افتاد، درسته؟ حالا میخوام بگم این کادره ضخامتش، اینجا نمیشه عرض، این منظورش ضخامت. آقا ضخامتش مثلا چه میدونم 10 باشه. میخوام دورش گرد بشه، انحنای حاشیه بهش میدم. انحنای مرز منظورش انحنای حاشیه است. میخوام این الان مربعیه دیگه، نگاه کنین الان یواش یواش گرد میشه دورش، نگاه گرد شد، درسته؟ حواسا اینجا؟ خب رنگ میخوام بهش بدم، ما مثلا آبیش میخوام کنم، این انحنای حاشیه آبی باشه. اوکی، پس هر چیزی که مربوط میشه به استایلهی توی تب استایلهیه. بچه من میخوام الان اینو دوباره ویرایشش کنم، چجوری میتونم به اون صفحه دسترسی پیدا کنم؟ کافیه رو اون المان مد نظرتون اینجایی که در واقع یه حالت پن یا مداد داره، یه چپ کلیک کنی، چپ کلیک ها، دوباره برگردی به این تولباری که داری. از قسمت پیشرفته میخوام از بالا فاصلش بدم. اینو برای چی برداشتم؟ وقتی که من اینو در واقع اتصال مقادیر به هم دارن و به اینجا میگم 5، همه اینا 5 میگیره، از سمت چپ و راست و بالا و پایین فاصله میگیره. من نمیخوام یک همچین چیزی باشه، من میخوام فقط از بالا به این فاصله بدم. اون اتصال لینکی یا مقادیر به هم دیگه رو برمی‌دارم، میگم آقا 10 تا از بالا فاصله بگیر، نه کمتر بیشتر 20 تا بگیر که بیای وسط ها. اینم میشه در واقع از کاری که شما انجام میدید. حالا یه کار دیگه ای هم که شما میتونید انجام بدید چیه؟ بیاید دوباره المان تصویرتون رو درگ اند دراپ کنید. من دوباره اینجا المان اسنپ رو انتخاب کنم، میخوام این وسط باشه، میخوام بیفته کامل وسط. آیا این یک کانتینر والد داره یا نداره؟ کانتینر والد این المان تصویره کیه؟ همون چیدمان هست؟ آره دقیقاً چیدمان محتوا استایل است. خب من میخوام کانتینر اینو پیدا کنم، کانتینر والد. کانتینر والد این المان کدومه؟ میتونین به من بگین؟ اینه یا اینه؟ کدومه؟ اینه؟ اینه؟ نه بچه ببینی کانتینر والده. ببین دوباره من اینجا والد کدوم؟ یعنی همون اسنپه فقط؟ آره اسنپه، همون مال خودشه دیگه. ببین
من اومدم اینجا اینا همش کانتینره. اولی والده، درسته؟ آره. اینا هم که بچه های این والدن، چایلدن. من میام داخل این یه دونه المان میندازم به اسم المان تصویر. حالا کانتینر والد المان تصویر الان کدومه؟ همون خودشه. بالایی است. آره اینه کانتینر والدش. این مشکی است الان. اگه بخوای بگی این میشه بابا بزرگش. آره دیگه. اوکی. خود تصویر میشه بچه. آره میشه بچه این مشکیه که اینجا کشیدم. این مشکیه. این الان دورش زرد دارم میکشم. مثلا با رنگ‌های مختلف بکشمش. ببین من یه کانتینری دارم با مشکی کشیدمش، بهش میگم والد. 2 تا کانتینر دارم قرمز رنگ. خب یه دونه لوگو دارم که سبز رنگه. خب حالا این لوگوی من کانتینر والد لوگوی کدومه؟ قرمز است. خود قرمز هم بچه مشکی است. اوکی. حالا من میخوام چیکار کنم؟ من میخوام ارتفاع، عرض و چیدمان این المانو داخل کانتینر خودش تعریف کنم. سراغ کانتینر والد خودش میرم، یه چپ کلیک میکنم، میام توی تب طرح‌بندیش، از قسمت جاستیفای کانتنت اینو میذارم روی وسط. هر المانی که اینجا باشه وسط قرار میگیره. حالا اگه 10 تا المان باشه بازم وسط قرار میگیره. نگاه الان من اینو بخوام کپی کنم بندازمش اینجا، دوباره از این کپی بگیرم، دوباره کپی بگیرم، حالا این احتمالا درست، دوباره کپی بگیرم. الان چیدمان اینا چه شکلیه؟ این اسنپ هایی که اینجا گذاشتم، این اسنپ چیه؟ خط فرضیه رو روش رسم کن ببینه. این اسنپ بالایی که بزرگه با این زیریا چه چیدمانی نسبت به هم دیگه دارن؟ ردیفیه دیگه. چرا میگین ردیفیه؟ ستونیه. خط فرضیه رو چرا رسم نمی‌کنی؟ خط فرضیه رو برای این رسم کن. چند تا اسنپ رو قطع می‌کنی؟ یه دونه. تو این دارم میگم تو این قرمز اینوریه اینی که اینجاه. اینا چیدمانشون نسبت به هم دیگه ستونیه. تو این المانه اگه من اینجوری یه دونه خط فرضی رسم کنم، یه دونه اسنپ بالا دارم، یه دونه پایین، یه دونه پایین، هیچ کدوم کنار هم نیستن. حالا من می‌خوام اینا رو کنار هم بچینم. روش کلیک می‌کنم، میام اینجا، الان ردیفی شد. الان اینا ردیفیه. حالا من میخوام اینو کامل وسط باشه، میام میذارم روی جاستیفای کانتنت، اینم میذارمش وسط. الان همه اینا توی راستا قرار گرفتن به راحتی، بدون اینکه من با مارجین و پدینگ و اینا کار کنم. اوکی. خب اینا رو من پاک کنم. المان بعدی که شما باید باش کار کنید بچه‌ها، المانیه به اسم منو. یعنی من المان لوگو اسنپم انداختم، حالا میخوام چیکار کنم؟ المان منو رو بندازم. دوباره اگر یکم الان بک‌گراند همین اسنپ قرمزه ویدیو توی تصویر قرمز چرا قرمز هستن؟ به خاطر اینکه شما بهتر متوجه بشی که این یه کانتینر داره. اگه من اینو قرمزش نکنم متوجه خیلی نمیشی که کانتینره. شما خودتون قرمز کردید. آره از قصد قرمز کردم که ببینین دیگه. اوکی. بگن اینکه قرمز نیست. این بک‌گراندم اینم زرد رنگ نیست. نگاه. برای اینکه بهتر ببینی متوجه بشیم ما. آره چون الان نگاه کن هیچ حد و مرزی برای اینا الان به صورت چشمی خیلی اول کار متوجه نمیشی دیگه. نگاه نگاه. آره درسته. نگاه یه استراحت 5 دقیقه‌ای بریم. خسته شدین؟ ببین نه یه چایی رو بذاریم مغز اول صبح باش. خسته نباشین. 11 رو بیه.